به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی با عریضه مرد 26 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که نیمه شب 18 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 23:50 در نزد منزل استقامتیش به یگان اساس او را 3 نفر مورد لطوکوب قرار داده دستگاه نواربرداری و یک عدد تلفن موبیلیش را شکسته کارناشوی هم نمودند. ضرر رسانیده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت را مردان 36 33 و 48 ساله ساکنان همین نوعیه صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که نابالغ 17 ساله ساکن نوعیه سپتامین 6 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 13:00 برای تازه و آزاده نمودن حوله استقامتیشان پرتوگاهش را به قفای منزلشان برده در پرتوگاه آتش میزند. در نتیجه آتش بلند شده به منزل استقامتی همسایش پیرمرد 79 ساله ساکن همین نوعیه گذشته است. در نتیجه سوختار 96 متر مربع سوخته ضرر آن 44800 سامانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 256 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعیه شهر نو عریضه مرد 27 ساله ساکن نوعیه مذکور وارد گردیده است که 17 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به بنگاه طبی واقع در سراغه جماعت دیهات چوس نوعیه شهر نو در آمده از آنجا 10,000 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت را جوان 20 و نابالغ 16 17 و 15 ساله ساکنان همین نوعیه صادر نمودند. اینچنین گمان بر شوندگان ماه ایون سال 2024 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 41 ساله ساکن نوعیه شهر نو در آمده از آنجا 3 سر چاروای میده شاخدار را که ارزششان 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعیه همدانی عریضه زن 43 ساله ساکن نوعیه مذکور وارد گردیده است که 18 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 34000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت را مرد 33 ساله و زن 44 ساله ساکن همین نوعیه صادر نمودند. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی با قسم 2 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه از ماه مارس سال 2024 به باوری مرد 37 ساله ساکن پایتخت در آمده با راه فریب از نام برده автомашین تمغه فولکس واگن و автомашین تمغه لکسوس را که ارزش عمومیشان 460,000 سامانی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که مبلغ آنها را در مدت 2 ماه برمیگرداند. اما автомашین او را فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال آنها را برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین هنگام گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 44 ساله شهر استرافشان اولای ماه آگوست سال 2020 به باوری مرد 48 ساله ساکن نوعیه باباجان غفورов در آمده برای رواج دادن فعالیت صاحبکاریش از جبر دیده 130,000 سامانی گرفته 49650 سامانیش را برگردانیده باقی مانده 96350 سامانیش را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.